سلام بر اگزیستانسیالیسم لعنتی که نمیتوانم قبولش نداشته باشم و سلام بر تو نیچه و شوپنهاور عزیزم که عاشقت هستم. برای آدم خیال پردازی مثل من که بخش بزرگی از عمرش را صرف زنده کردن مرده ها و بازی با پری ها کرده، گفتنش سخت است، اما زندگی آجر به آجرش از حقیقت ساخته شده است. همه آدم ها روزی خواهند مرد، یا ما را ترک خواهند کرد و تکه‌ای از وجودمان را با خودشان خواهند برد، یا به معنی واقعی کلمه ما و دنیا را از دست خودشان رها خواهند کرد. پذیرش واقعیت قدم بزرگی است. پذیرش زندگی همانطور که هست، واقعی، بی‌رحم، زوالپذیر و خریدنی، با همه آدم‌هایی که هر یک قیمتی دارند. گاهی این قیمت بسیار بالا و حتی دست نیافتنی است و گاهی فقط به اندازه یک لذت زودگذر، آنقدر ناچیز که باورت نمی‌شود. یک مهمانی، یک هیجان کوچک و همه چیز تمام می‌شود. تمام آن حرف‌های گنده گنده فلسفی عاشقانه. از قدیم گفتند حرف باد هواست، اما همیشه این پذیرش حقیقت است که ما را نجات می‌دهد. ما را از قطار خیال پیاده می‌کند و فرمان عقل و منطق را به دستمان می‌دهد تا جوانه به هر چیزی را بسنجیم. از ریل خیال خارج شویم و بر اساس شناختمان از شهر و آدم‌های زندگیمان، کوچه و خیابان‌های انتخاب را خودمان برگزینیم.